یک سر کوچک کمکی ما و صندوقچه های خیریه یکی از مخصوص شرکت ها میگفت بزرگان قطره قطره دریا شود. حیات یک کس را دیگرگون میکنه. ما مکتب میرم میگه خدا برداشته بوده میبیارم مکتب خوندم به های پنج تو خیلی های نبیرم. آن درد رو من در چشمان پدر و مادرها می دیدم که اینقدر در چشمانشون درد. در خانه بچه‌ام بازی کرده گشت است. اما شما بسیار چی پروا داره. یک لحظه بعدا اگر که میدونن چی یک لحظه یک رستوران نشستنی ما است. یک چیزی دیگر. دستگیر یک دیگر باشیم. یک دیگر رو چون گفتیم پول کوچکی ما میتواند قطره قطره دریا شود و از آن یک نفر منفعت برد. فردا اون که سالم شد میبینیم که یک فایده جامعه میشود. نمیدونم پگاه یک کی میشود این شخص. خیر که کردیم حتما او برخواهد گشت.